ایشون عبدالقصابه. حالا چرا عبدالقصاب؟ آخرین چیزی که به ذهن یک فرد ممکنه برسه از این بابا نوئل گوگولی مگولی تو یکی از امن‌ترین شهرهای دنیا یعنی تورنتوی کانادا این باشه که این بابا نوئل قاتل سریالی از آب در بیاد. اجازه بدید کلاه کاراگاهیم رو بزنم و پرونده قاتل سریالی بروس مک آرتور رو بررسی کنم که از این به بعد بهش میگیم عبدالقصاب. عبدالقصاب در زمان تینیجریش ازدواج میکنه، همچنین 2 بچه هم میاره، اما یه چیزی درونش وولولک میزده، هی وولولک میزده و عبدالقصاب دیگه آخرای زن و بچه‌شو ول میکنه و میره سراغ از اون کارا. اونم با کی؟ با افرادی که مهاجر بودن و پناهنده کانادا شده بودن، افراد همجنسگرایی که در دهکده معروف به دهکده همجنسگرایان زندگی میکردن. پناهنده های کوچولو موچولوی ما تقریبا تازه وارد کانادا شده بودن و در این دهکده دور همدیگه جمع شده بودن که بتونن یک زندگی آرومی رو تجربه بکنن. گاهی اوقات افرادی بودن که در کشورهای خودشون یه سری ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی وجود داره که به واسطه اون مهاجرت می‌کردن، پناهنده می‌شدن. در میان افرادی که اونها رو به قتل رسونده به صورت وحشتناک و وحشیانه چهره ایرانی‌ها، افغان‌ها و ترکیه‌ای‌ها هم دیده شده که متاسفانه اونها رو گول می‌زده، در شبکه‌های اجتماعی باهاشون قرار می‌گذاشته و بیهوششون می‌کرده. در طبقه 19 این آپارتمانی که می‌بینید خانه‌اش بوده. یک کار جالبی که اصلا به روحیات عبدالقصاب نمیخورده و انجام میداده این بوده که در کار کالاهای لوکسی بوده که برای خونه‌های لوکس تعبیه می‌شدن. اون درخت‌هایی رو درست می‌کرده، در گلدون‌های بسیار بزرگ به خونه‌های لوکس می‌فروخته و به غیر از این که در زمستان‌ها بابا نوئل گوگولی مگولی بوده، در تابستان‌ها کارش تزیینات گل و گیاه ساخت روف گاردن بوده. حالا ارتباط روف گاردن و گلدون هایی که درست میکرده با این زبون بسته هایی که میبینید، این 9 نفر 8 نفری که میبینید اینجا مردن چی بوده؟ عبدالقصاب اونها رو بیهوش میکرده و در حالی اونها به هوش میومدن که توی آپارتمانش روی این تخت دست و پاهاشون بسته شده بوده. عموما اینطور که من تحقیق کردم افرادی که تن میدادن به رفت آمد با عبدالقصاب افرادی بودن که عموما یه سری فیتیش هایی داشتن که بهش میگن BDSM و اینها دوست دارن یک مقداری شکنجه بشن، باهاشون بعد برخورد بشه، حالا حتی بسته بشن به تخت اما در شرایط سیف، یعنی سالم بمونن، حالا گاهن خشونت هایی هم روشون انجام بشه، فیتیش دیگه ما کاری بهش نداریم. حالا عبدالقصاب اونها رو میبسته به تخت، چشمهاشون رو میبسته و شروع به شکنجه میکرده. گاهی اوقات اینطور که خودش اعتراف کرده افراد رو در حالی که زنده بودن قطعاتی از بدنشون رو جدا میکرده. گاهن افراد در انتها در اثر خونریزی بسیار زیاد گاهی اوقات اونها رو خفه میکرده و روی هر کدومشون یک مدل BDSM رو اجرا کرده بوده عبدالقصاب قصه ما. نکته حائز اهمیت در این پرونده این هستش که در 8 سال پیاپی عبدالقصاب قربانی‌هاش رو انتخاب می‌کرده. عموماً قربانی‌ها شاید تعدادشون بیشتر باشه اما خب به خاطر محکومیت‌هایی که داشته اسم خیلی‌هاشون رو شاید نیاورده باشه و قربانی‌ها رو در جایی پنهان کرده باشه یا از بین برده باشه اجسادشون رو. اما اون چند تایی رو که تونستن پیدا بکنن ماجراشون به این صورت بوده که بعد از اینکه در چند روز یا حتی چند ماه اونها رو شکنجه می‌کرده در آپارتمانش و می‌کشته، اجساد قربانی‌ها رو مصلح میکرده، تیکه تیکه میکرده و اونها رو ازشون در کاشت این گلدونهای بزرگ که در جای شهر در خونه های لوکس تعبیهشون میکرده قرار میداده. اونها رو با خاک مخلوط میکرده و مقداری تزیه میکرده تا بوشون از بین بره و بعد از اینکه به کود تبدیل شدن اونها رو توی گلدونها میکاشته و به خونه افراد پولدار میبرده و به اونها میفروخته. گلدونها هم بسیار بسیار شاداب و زیبا بودن تا روزی که دستگیر میشه. پرونده بروس مک آرتور در تمام دنیا مخصوصا حامیان همجنسگراها یا جامعه LGBTQ بسیار سر و صدا بپا کرد و دلیلش هم این بود. بروس مک آرتور در 8 سال پیاپی در حالی که پناهندگانی که در دهکده همجنسگرایان بودن مرتب از ناپدید شدن و مفقود شدن افراد صحبت میکردن با پلیس، اما پلیس تورنتو هیچ کاری برای اونها نمیکرده و حتی قربانی نهم که لحظه‌ای که میرسن بالای سرش دیگه داشته جونهای آخرش رو میداده. خود همجنسگرایان بودن که پرونده رو برای پلیس حل کرده بودن به این شکل که اونها میرن دوربین مداربسته رو میارن و آخرین فردی رو که قربانی که با بروس در ارتباط بوده، با عبدالقصاب در ارتباط بوده رو پیدا میکنن. پلیس حکم تفتیش آپارتمان عبدالقصاب رو میگیره
و زمانی میرسه بالای سرش که دیگه نفسهای آخر قربانی نهم بوده. قربانی نهم خوشبختانه نجات پیدا میکنه. و یک نکته دیگه که میخوام اینجا اضافه بکنم این بوده که یک فردی بعدها که ویرال میشه و همه دنیا بهش میپردازن، اونجا میاد خودش رو معرفی میکنه به دلیل تکنیک هایی که بلد بوده و یک سری دفاع شخصی هایی رو یاد گرفته بوده که تونسته بوده تنابهایی رو که به دستش بسته بوده بروس باز بکنه و فرار بکنه. اما تا روز دستگیری هیچ چیزی نگفته بوده و خجالت میکشیده و حالا هر چیزی و یک فراری سالم داشته و بقیه رو کشته. فرد آخر هم به دست پلیس نجات پیدا میکنه و اینجا بروس رو به 25 سال حبس ابد بدون احتمال بخشش تا 25 سال در نظر گرفته میشه و بروس در سن 91 سالگی احتمالاً با بواسیر در اومده از زندان اگر زنده بمونه آزاد میشه. نتیجه اخلاقی این که اگر فیتیش دارید و دوست دارید شکنجه بشید، لااقل به 2 نفر بگید که من دارم با این آدم میرم بیرون و قرار این آدم منو ببره ببنده به تخت.